سلام دوستان، من مسلم هستم و به کانال سینما چه خوش آمدین. امروز اومدیم با یه قسمت از سریال پرطرفدار شربت زغال‌لخته. بریم ببینیم که توی این قسمت چه اتفاقات هیجان انگیزی قراره بیفته. فقط دوستان قبل از اینکه به ادامه ماجرا بپردازم لطفاً این ویدیو رو لایک کنید و برای انگیزه بیشتر من کامنت بذارید. اگر آماده این به ادامه ماجرامون بپردازیم. عبدالله رو نشون میده. عبدالله بعد از اون اتفاق وحشتناک 3 ماه کامل میره حج. حالا برگشته و اولین جایی که میره مسجد محلشونه. توی دلش با خودش میگه همه فکر میکنن که من قوی ترین مرد خانواده اونال هستم، ولی در اصل خیلی ضعیفم. خدا منو با بچه هم و اموالم امتحان کرده. بعدش عبدالله میرسه دم در خونه. وقتی میخواد وارد بشه یک دفعه یاد اون روز نحس میفته. همون روزی که مصطفی به همه شلیک کرد و آخرش هم اسلحه رو گذاشت توی سر خودش. بعدش عبدالله با دل سنگین وارد خونه میشه. بعدش عبدالله چشمش به ایشیل میفته. ایشیل با لباسای نامرتب میاد جلوش، لبخندی میزنه و میگه خوش اومدی عبدالله. خبر نداشتم انقدر زود میای وگرنه میرفتم به استقبالت. الان میخوای بری شرکت؟ عبدالله با سردی میگه نه دیگه پام رو توی شرکت نمیذارم. همه چیز رو سپردم به فاتح. بگو برای من قهوه بیارم. ایشیل حسابی با خودش قول میزنه و توی دلش میگه ای بابا باز اومد و مثل پدر بزرگا رفتار میکنه. بعدش ایشیل میره سمت خونه و به بیلسین میگه عبدالله اومده، براش قهوه درست کن. منم برم لباسم رو عوض بکنم و بیام. بیلسین لبخندی میزنه و میگه آره خودم دیدم که آقا عبدالله اومد، باشه الان آماده میکنم. ایشیل با خنده شیطنت آمیزی میگه تو همیشه از همه زودتر همه چیز رو میفهمی، فقط همینجوری ادامه بده و همه چیز رو به هم خبر بده. از اون طرف فاتح رو نشون میده. فاتح توی شرکت به آسوده برمیخوره و میگه سلام آسوده خانوم، هنوزم ناراحتی؟ ناراحت نباش وگرنه منم ناراحت میشم. مگه بعده که من رئیس شدم؟ تو که از کارای بابام خوشت نمیومد، الان باید خوشحال باشی. آسوده با آرامش تلخی میگه نه ناراحت نیستم، ولی اینم بدون اینکه تو حالا مدارا کردن معنیش این نیست که دستم بسته است. فاتح با خنده مسخره‌ای میگه من جوونم، کلی وقت دارم، ولی تو دیگه کم کم باید بازنشسته بشی، آخه خیلی پیر شدی. آسوده اخماش رو میبره تو هم و عصبانی میشه و میره سمت اتاقش. فاتح رو به یوسف میکنه و میگه پرونده ها رو بیار اتاقم. اینجا تو خود شرکت پر از دشمنه، نباید حتی یک اشتباه کوچیک بکنیم. بعدش آسوده وارد اتاقش میشه و میبینه که فیراز نشسته، سرش توی گوشیه. آسوده رو به فیراز میکنه و میگه این فاتح خیلی جوگیر شده، فکر میکنه که کیه واسه خودش. فیراز با خونسردی میگه مگه چی کار کرده؟ تو هم که همش با همه دعوا داری. آسوده با عصبانیت میگه مگه نمیبینی که با چه خانواده ای درگیرم؟ عبدالله هم که داخل عشق و خون زنده است. فاتح هم خودش رو گرفته و فکر میکنه دنیا مال اونه. داداشش هم که دیوونه است. فقط عامره که یه ذره عقل داره، اونم معلوم نیست که الان کجاست. فیراز با کنجکاوی میپرسه راستی قرار بود داییت بیاد کمکت کنه، چی شد؟ آسوده رو به فیراز میکنه و میگه داییم گرفتار شد، نتونست بیاد، ولی به جاش یک نفر دیگه رو میفرسته، حدس بزن که اون فرد کیه؟ فیراز یکم فکر میکنه و میگه نکنه که میخواد اسیل رو بفرسته. آسوده لبخندی میزنه و میگه آفرین خودشه. اسیل میاد و همه رو سر جاش مینشونه. فیراز با خنده میگه وای به حال اونالها، با اسیل روبرو بشن دیگه فاتحهشون خونده است. خب من برم کار دارم. آسوده صداش میکنه و میگه فیراز فقط یادت نره که شب زود خونه برگردی، اسیل میاد، زشته اگه نباشی. بعدش آبدین دستیار اسیل رو نشون میده که داره با دوستش خاطی حرف میزنه که همون موقع اسیل صداش میکنه و میگه چه مرگته؟ مگه داریم میریم جنگ که انقدر خداحافظی میکنی؟ برای کار میریم.
اگر خداحافظیات تموم شد آماده شو که بریم. صحنه تغییر میکنه. بعدش کیویل جیم رو نشون میده. کیویل جیم و عامل پشت شیشه بیمارستان وایسادن و دارن بچهشون رو نگاه میکنن. عامل با خیال راحت میگه خدا را شکر روزای سخت تموم میشه. این روزا رو هم دیدیم، بالاخره داریم برمیگردیم خونه. کیویل جیم اخماش رو توی هم میکشه و با تندی میگه کی گفته روزای سخت تموم شده؟ تو دقیقاً متوجه نشدی؟ چطوری الان باید خوشحال باشم بعد از همه دردی که کشیدیم؟ همون موقع نیلگون یا همون پرستارشون میاد کنارشون و میگه راستش برای اولین باره که از مرخص شدن مریضم غمگین میشم. کیویل جیم میگه ما که کامل مرخص نشدیم، باید باز هم بیایم و کمال رو چک کنیم چون که من خیلی نگرانم. نیلگون با آرامش میگه نگران نباش، کمال سالمه، وگرنه اجازه مرخصی نمیدادیم. این 3 ماه کامل بهش رسیدگی کردیم. بعضی وقتا لازمه که آمپول تزریق بشه. من پرستاری میفرستم بیاد خونتون تا آمپولش رو بزنه، نگران نباشید. عامل از نیلگون تشکر میکنه و میگه مرسی، خونمون نزدیک اینجا، اگر هر مشکلی پیش بیاد زود میایم بیمارستان. بعدش عامل به کیویل جیم نگاه میکنه و میگه کم کم بریم خونه، مادرت منتظرمونه. صحنه تغییر میکنه و خونه جدید کیویل جیم رو نشون میده. سولماز و سویلای اونجان و خیلی خوشحالن. سویلای کلی تدارک دیده. خوراکی ها رو میچینه روی میز و میگه بیا مامان تست کن ببین خوشمزه شدن یا نه. بعدش رو به سولماز میکنه و میگه داروهاتو که خوردی درسته؟ چون هر روز داری بهتر میشی، باید مرتب داروهات رو ادامه بدی. سولماز با لبخند میگه میدونی سویلای الان فقط به خاطر کیویل جیمه که سر پا هستم. من فقط میخوام که حالش خوب باشه. سویلای دستش رو میگیره و میگه کار خوبی میکنی. الانم کیویل جیم بیشتر از هر وقت دیگه‌ای بهت نیاز داره، باید کنارش باشی. نیلای پیش مادرشه. با ذوق به سفتاب نگاه میکنه و میگه بابام از حج برگشته. بلسین هم همه خبرها رو به هم داد. سفتاب اخماش رو میبره تو هم و میگه به اون مرد نگو بابا. این همه بلا سرتون اومد، همش تقصیر اونه. نیلای با ناراحتی میگه این حرفو نزن. بابا عبدالله بیشتر از همه درد کشید. حالا هم توبه کرده. تو بگو ببینم از هالوک چه خبر؟ سفتاب پوفی میکشه و میگه هیچی، از کار بیکار شده. رفته چسبیده به دامن مادرش. بعدش منم دیگه عشق و عاشقی نمیخوام، فقط دنبال یک آدم پول دارم. از اون طرف دعا میاد پیش ایشیل. دعا با خنده رو به ایشیل میکنه و میگه میبینم که بابا عبدالله اومده و تو هم به خودت رسیدی. ایشیل میگه آره، تو بابات رو ندیدی؟ دعا میگه نه، داره استراحت میکنه، بعداً میبینمش. فعلا باید برم پیش مامانم که میخواد از بیمارستان مرخص بشه. ایشیل سری تکون میده و میگه واقعا به مادرت سخت گذشت، نزدیک بود بچهش رو از دست بده. منم که کمتر درد نکشیدم، منم خیلی درد کشیدم، دیگه هیچ وقت بچه دار نمیشم. دعا ایشیل رو دلداریش میده و میگه اینو نگو و ناامید نباش، خب میتونید یه بچه به فرزندخوندگی قبول بکنید. ایشیل با تلخی میگه نه، اینطوری دوست ندارم، حتی به عبدالله هم گفتم که از این خونه نحس بریم چون کلی بلا سرمون اومد، ولی عبدالله قبول نکرد. دعا میگه خب این خونه واسه اون کلی خاطره داره، ولکن این خونه نیست، ولی برای تو هم یک خونه خریده دیگه. ایشیل میره پیش عبدالله. عبدالله با جدیت به ایشیل نگاه میکنه و میگه این مدت که نبودم خیلی فکر کردم، تازه فهمیدم که چه اشتباهاتی کردم. خدا با بچه ها منو امتحان کرد، نباید مصطفی رو به حال خودش رها کنم، فردا میخوام برم دیدنش. ایشیل عصبانی میشه و میگه چطور میخوای کاراش رو نادیده بگیری؟ اون به شکم من شلیک کرد، باعث شد که دیگه بچه دار نشم. فاتح نزدیک بود که بمیره. کیویل جیم داشت بچه‌شو از دست میداد. اگه مصطفی دیوونه نبود قطعاً بهش حبس ابد میدادن.
الانم فقط به خاطر روانی بودنشه که تبرئه شده و توی بیمارستانه، وگرنه الان باید پشت میله های زندون می بود. عبدالله با آرامش رو به ایشیل میکنه و میگه اون ذاتش بد نبود، شرایط سخت اونو خرابش کرد. من نباید تنهاش بذارم. به عامر هم میگم بیاد با هم ببینیمش. ایشیل با خشم میگه فکر کردی که ویلجیم اجازه میده که عامر باهات بیاد؟ بعدم قهر میکنه و ایشیل میره توی اتاقش و زیر لب با خودش میگه شوهر پولدار گرفتم، آخرش گیر یه مرد وابسته به پسر دیوونش افتادم. همونجا تلفنش رو ایشیل برمیداره و به یکی زنگ میزنه و میگه عبدالله برگشته، امروز خونم، بیرون نمیام، نگران نباش. از اون طرف عامر و کیویلجیم با بچهشون میرسن خونه. سولماز و سویلای با خوشحالی به استقبالشون میان. سویلای کلی سفره پهن کرده. کیویلجیم توی اتاق بچه نشسته و عامر میاد میگه بیا بیرون غذا بخوریم. سویلای کلی زحمت کشیده. کیویلجیم جواب میده و میگه نه، من چیزی نمیخوام، فقط میخوام کنار پسرم باشم. عامر میگه خب بچه خوابه، نیازی نیست بالا سرش بشینی. کیویلجیم عصبی میشه و میگه منو تحت فشار نذار، برو، میخوام تنها باشم. بعدش عامر دلخور میشه و میره پیش بقیه. سولماز آروم میاد توی اتاق و میگه چرا اینجوری با عامر رفتار میکنی؟ هم من هم سویلای فهمیدیم، اونم خیلی عذاب کشیده، انقدر بهش بی‌محلی نکن. بعدش نورسما رو نشون میده. نورسما به فیراز زنگ میزنه و میگه من رفتم خونه بابام، میخوام ببینمش. فیراز جواب میده و میگه باشه، منم جلسه دارم، شب زود برمیگردم خونه، مهمون داریم. بعدش نورسما وارد خونه عبدالله میشه. ذوالکار خوش آمد بهش میگه. نورسما با تندی میپرسه اون زن بدجنس ایشیل کجاست؟ ذوالکار هول میشه و میگه آروم باش، نشنوه، ایشیل توی اتاقشه، باباتم توی کتابخونه است، برو ببینش. دم در برسین میاد و میگه چی شده؟ نورسما اومده؟ ذوالکار با اخم میگه تو همیشه سر وقت همه جا میرسی، خبر تازه‌ای هم که نداری، پس برو سر کارت. آسوده رو نشون میده. آسوده توی شرکت نشسته که براش پیامک میاد. با تعجب میبینه که فیراز باز از کارت بانکیش پول کشیده. بعدش آسوده سریع به سهیلا زنگ میزنه و میگه 3 ماه اخیر گردش حساب منو در بیار، میخوام بدونم که چقدر خرج شده. صحنه تغییر میکنه. عبدالله رو نشون میده که توی کتابخونه است. عبدالله رو به نورسما میکنه و میگه چطوری، خوبی؟ شوهرت چطوره؟ نورسما میگه خوبیم، نگران نباش، از وقتی که تو رفتی دیگه به اینجا نیومدم، فاتح رو هم ندیدم، فقط بعضی وقتا بهش زنگ زدم. عبدالله میگه برای مصطفی خیلی دعا کردم، فردا هم میخوام برم ببینمش. نورسما با ناامیدی میگه خدا دعاتون رو قبول بکنه، ولی مصطفی با این چیزا درست نمیشه. عبدالله جواب میده و میگه انشاءالله درست میشه، ناامید نباش. صحنه تغییر میکنه و بالاخره کیویلجیم هم میاد توی سالن. سولماز میگه بیا بشین، غذا آماده است. کیویلجیم میپرسه دعا هنوز نیومده؟ پس کی بود در زد؟ عامر یک دسته گل بزرگ میاره و میگه این گلها رو آوردم، قشنگترین گلها برای توه. عامر میاد جلو و بعدش کیویلجیم رو بغلش میکنه و میگه به خونمون خوش آمدید. بعدش دعا رو نشون میده که میرسه خونه عامر. همه خوشحال میشن. کیویلجیم وقتی جمله رو میبینه لبخند کوچیکی روی لبش میاد و محکم بغلش میکنه. دعا با ذوق میگه خب حالا نوبت منه که داداشم رو ببینم و بوسش کنم. کیویلجیم سریع میگه نه، نباید بچه رو بوس کنی، خیلی حساسه، مریض میشه. دعا جا میخوره و میگه باشه، حداقل بذار ببینمش. کیویلجیم جواب میده و میگه خوابه، وقتی که بیدار شد میتونی بری ببینیش. دعا از این رفتار مادرش دلخور میشه و بعدش دعا رو میکنه به عامر و میگه تو چطوری، خوبی؟ متهان چی کار میکنه؟ عامر لبخندی میزنه و میگه میدونی که متهان رفته آمریکا، کم کم عادت کرده اونجا، تو چه خبر؟ دعا آهی میکشه و میگه بابا عبدالله برگشته. کیویلجیم اخماش رو تو هم میبره و میگه اسم اونو دیگه پیش من نیار، همه بدبختیای ما زیر سر اون خانواده است. از اون طرف نورسما رو نشون میده.
نورسما و فیراز توی اتاقن. نورسما میگه گفتی که مهمون داری، مهمونتون کیه؟ فیراز جواب میده و میگه الان میاد و میبینیش، پسر زنداییمه، از شوهر اولش، خیلی آدم خوبیه، از بچگی با هم بزرگ شدیم، اومده اینجا بمونه و تو کارا به مادرم کمک کنه. نورسما با طعنه میگه پس یعنی مادرت کلن از تو ناامید شده که میخواد اصیل بهش کمک کنه. فیراز اخم میکنه و میگه منظورت چیه؟ چرا هی گیر میدی؟ ما باید همیشه با هم دیگه بحث کنیم؟ نورسما سری تکون میده و میگه نه، منظوری نداشتم. درسته بعضی وقتا زیاده روی میکنم، ولی خودت میدونی که چه روزای سختی رو گذروندم، دست خودم نیست. فیراز با خستگی میگه ول کن دیگه، ادامه ندیم. نورسما بغض میکنه و میگه باشه، من آماده شم بریم پایین پیش بقیه. اصیل رو نشون میده. اصیل به خونه آسوده میاد و با هم احوال پرسی میکنن. آسوده میگه چمدونت کو؟ اصیل میگه من توی هتل میمونم، وسایل‌هامو اونجا بردم. آسوده با محکمیت میگه نه، تا وقتی خونه منی حقی نداری بری هتل، باید همه وسایل‌هات رو بیاری اینجا. فیراز و نورسما هم میان، با اصیل سلام علیک میکنن. توی سالن عبدالله رو نشون میده. عبدالله و ایشی نشستن. دعا میاد با عبدالله خوشابش میکنه و عبدالله میگه مادرت چطوره؟ دعا میگه یکم بهتره، رفته خونه جدیدش، حالش یه ذره خوب شده ولی در کل روزای سختی رو گذرونده. منم برم یک سر به فاتح بزنم و بعدش میام. دعا میره سراغ فاتح. فاتح با گلایه میگه چقدر دیر اومدی؟ دعا میگه پیش مامانم بودم، حالش اصلا خوب نیست، انقدر حساس شده که حتی اجازه نداد بچه رو ببینم. فاتح میخنده و میگه انگار مامانت رو تازه شناختی. خب مامانت همین جوریه دیگه. دعا عصبی میشه و میگه این چه حرفیه که میزنی؟ خلاصه که دوستان و بعد از این اتفاقات این قسمت هم به پایان میرسه. خب رفقا، اینم بود از این قسمت از سریال شربت زغالخته. مرسی که تا آخر این ویدیو همراه من بودین. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. اگر از این ویدیو لذت بردین این ویدیو رو لایک کنید و اگر هنوزم عضو خانواده سینماچه نشدین همین الان دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله رو هم فشار بدین تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندین. تا ویدیوی بعدی مراقب خودتون باشید. فعلا خدا نگهدار.